یعنی خدا نکنه این چینی ها وارد صنعت کشاورزی بشن. این چیزی که میبینی بزرگترین پهپاد کشاورزی دنیاست. DJI Agras T40 شاهکار مکانیکی کامپانی چینی DJI. این هیولای پیشرفته میتونه توی هر پرواز حدود 40 لیتر کود و سم رو مثل بارون روی زمین پخش کنه. مجهز به تکنولوژی دقیق ترین رادار میلیمتری جهان که حتی توی سخت ترین شرایط آب و هوایی هم میتونه بی‌نقص به کارش ادامه بده. این پرنده انرژی مورد نیازش رو از پنل‌های خورشیدی تامین میکنه و تا سقف 20 دقیقه میتونه بدون ایجاد حتی یک ذره آلودگی سرتاسر زمین‌های کشاورزی پرواز کنه و کشاورز فقط با استفاده از یه اپلیکیشن میتونه مزرعه رو از آسمون مدیریت کنه. اینجوریه که فقط با چند تا کلیک ساده به راحتی میتونه این پهپاد رو برای اهداف مختلف برنامه‌ریزی کنه. این پهپاد به معنای واقعی یک ارتش تک نفره است، چون وجودش باعث شده که کارها سریعتر و حرفه‌ای‌تر از قبل پیش بره و کاری که برای کشاورزها ممکن بود هفته‌ها زمان ببره رو فقط توی چند ساعت انجام میده. در یک کلام چینی‌ها با اختراع این پرنده صنعت کشاورزی جهان رو دگرگون کردن. حالا شما بگید به نظرتون کی میرسه روزی که کشور ما هم توی صنعت کشاورزی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه؟